ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ به افتخار 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خوجندی. شنونده های عزیز، حالا گفتار 14 را از سلسله خوانشی بدیعی از روی رمن اعظم صدقی پیرهه قسمت در قرائت عبدالقادر منیازف شنوید. برای اسیران شبانه رفت و آمد کردن بین خیمه ها منع بود. به موسیقی نواختن و سرود خواندن رخصت نمی دادند. می ترسیدند که با ساز و نوا به شور می آیند و به پاسبان ها در می افتند. در هر خیمه 2 تا 3 تا اسباب موسیقی بود که پاسبان ها اولهای شب می گرفتند. اگر کسی سرود خواند، چند نفر در تاز آمده بیرون از خیمه از قول اسیران به پوستک افشانی می بردند، کلتک کوب می کردند. شب هنگام دلخوشی اسیران نقل و حکایات، شعرخوانی، بزلگویی بود. آن هم دیر دوام نمی کرد. بناکاران سحری صالحان به نماز بامداد می خیستند، بر وقت ناشتا می کردند و به کار می برآمدند. همه شتاب داشتند که قصر زودتر قامت افرازد و آنها زودتر به دیارشان برگردند. امشب نشست اهل خیمه خواجه از آن سبب طول کشید که فردا روز جمعه بود. در هر 2 هفته 1 بار اسیران به این روز جمع شده در میدان نماز آدینه می خواندند. شب از نیم گذشته بود و هیچ کس میژه طحن کردن نمی خواست. صحبت تا رفت می تفسید. خواجه بزرگ اذن بدهید، گفته گلکار از جایش برخیست. به خاتمه شب می پرستان غمزده 1 تایی بنوشیم. ما گلکارها از همین روز اعتباراً به کندکارها بنده ایم. به شرافت شما کوزه شراب آمد. شراب زنگ دل خسته را کمی شست تا قدر باری درد و الم از دوش افتاد. خواجه آواز برآورد استای کندکار: چی می شد که بگرد چراغ بزم امشبه از اشعار خود نور افشانید؟ کمال اندکی سرخوش بود، طبعش می بالید، 2 دست به هم پیوسته انگشت می زد. وی به یاران با خوشنودی دیده بردوخت و شعری بخواند: قدح به دور لبت پر ز خون دلی دارد، غمش مباد کس انسان دل به دست آرد. ز لب به جرعه بده آب و تخم عشرت کار، که خواجه آن درود از جهان که می کارد. میان زاهد و رندان ز باده دریاهاست، روان روان سوی ما آمدن کجا یارد. سحر به دفع خمارم چه حاجتی ترشیست، ز چهره محتسب ما چو سرکه می بارد. عبارتی است از آن لب به سرخی این همه خط، که باده بر لب باریک جام بنگارد. حکایتی لب باریک ساقی و لب جام، بجز مغنی باریک نغمه نگذارد. مغنیا سخنان کمال باریک است، بخوان با چنگ که باریک نغمه دارد. شاعر مصرع‌های آخرین غزل را قرائت می کرد که زنی چادرپوش از در آمد و گوش به قمار ایستاد. خواجه: 1000 احسن. اگر به بیماری چنین شعر قرائت کنید، در صحتمندی از خوانش شما گوش فلک به داد می آید. گفت زنی چادرپوش که کنیز ملیکه بود. انگوش زده استک در نوکری را خواند. سپاهی بخچه دسترخوان پیچ در دست درآمد. این دستاویز به بیماران است. خواجه: تناول کنید، کوشش نمایید که مریض نشوید.
امتحانها در پیش است. کنیز و نوکر به در رفتند. کمال دوباره مایوس و بی‌ذوق شد. به همخانگان فرمود که دسترخوان را گشایند. در آن چند تا قضی، فطیر روغنین، مرغ بسیخ کشیده در آتش کباب کرده، کباب شاهانه تنوری و یک مشربه نقرگین دهان بسته بود. استاد، این هم رزق است، گفت استای کندکار. فردا بعد نماز پیشین بزم را ادامه می دهیم. ما همه دعا می کنیم که بیمار نشوید، آماده به امتحان باشید. اهل مجلس قاه خندیدند. در این میان 2 هفته سپری شد. نه قاصد برای شعری تازه می آمد، نه ملیکه کنیز می فرستاد. دوستان حالدان شوخی آمیز به خواجه می گفتند که امتحان یا فراموش شد یا شما مکتب ملیکه را به امتحان ختم کردید. عمر طالع ما کوتاه بود است، به حسرت شکایت کرد کندکار. ناظر ساختمان 2 ستون کندکاری را گرفته برد، اما از مشک شراب درکی نیست. فردا روزی دمگیری ما، دلم می خواهد که امشب یک بزم غمشکن کنیم. حیفا که دست به بر دامن آرزو نمی رسد. لذت نعمت آن روز شبها به خواب می درآید. مرا از غم شعر خواب نمی برد و به درگاه خداوند التجا می کنم که از ملیکه دیگر به من قاصد نآید. پاسخ داد شاعر: ببخشید که به زخم شما نیشتر زدم. من می دانم که در 2 هفته یک مراتبه کس می خواهد غبار دل برآرد، غم و حسرت از دوش دور اندازد، ولی آن هم دست نمی دهد. به گمانم مرحمت آن شبه به مقصد لطف و احسان نبود، بلکه با نیت افزون نمودن داغ دل ما بود. به جان ما حلاوت بخشیدند، شوق و هوس ما را بیدار کردند. ما تهی دستیم، آب و دان مرغ هوس پروری نداریم. چی باید کرد؟ علاج یگانه غلامی دوباره به عهده گرفته، همچون گدا دست به پیش به درگاهی ولی نعمتان باید رفت. هرچی فرمایید، من راضیم. یا در دل مرغ هوس می کشیم، یا از پی دانه به بارگاه آنهای می رویم که حکمشان به ما رواست. استاها سر خم کردند و حرفی نزدند و از سر خوان طعام پیشین برخیسته به سوی کار روانه شدند. اما دست و دل هیچ کس به کار نمی چسبید. صحبت شاعر باری دیگر به یاد آورد که آنها اسیرند، به طمع حق دارند و به طلب نه. با وجود آن که امروز درست کار نکردند، بیگاهی اهل خیمه خواجه خسته و بیحال از کار برگشتند. در دل نه حوصله خورد و خوراک بود و نه شوق شب نشینی. شستشو کردند، نماز عصر خواندند، در تردد آن بودند که به طعام شام دسترخوان گشایند. 2 نفر به خیمه در آمدند که یکی از آنها پسری سرکار بود، دیگرش سپاهی بی سلاح. جوان پسر در دست مشکی داشت و آن را برده به نزد جاگهی کندکار گذاشت. حرفی نگفته به در رفت. خواجه کمال کیست؟ پرسید سپاهی. من، پاسخ داد شاعر از سر بستر 2 قدم پیش برآمده. این خورجین برای شما. بار را از کتفش گرفته به وسط خیمه گذاشت. ملیکه فرمودند که زودتر صحت یابید. روز 4شنبه شما را انتظارند. این چنین گفتند که برای دستاویز شعری تازه ببرید.
به ملیکه چی گویم؟ به ملیکه برسانید که خدا را شکر من صحتمندم. اهل خیمه چشم به خواجه دوخته نگران بودند که باز چی میگوید. قاصد هم از جواب قانع نشد مگر که از جایش نجنبیده راست می ایستاد. کمال درک نمود که فرستاده ملیکه از او مژده نیک می خواهد. به بانو این چنین برسانید که من با دستاویز می روم. سپاهی با خواجه سری تعظیم فرود آورد و شادانه خیر خوش کرده برآمده رفت. برادران آهی سبک کشیدند و گفتند که خواجه کمال باز در میدان شعریت هنرنمایی ها می کند. خواجه امروز میان خچیری پربار غمی ما را شکستید. شاد شد گلکار. امشب به مرغ طرب دانی سیری می دهیم. استاد به هر دوی ما خدا قوت دهد که دلخوشی دوستان را بردوام نماییم. گفت کندکار ما گرچه اسیریم حقوق داریم در هر 2 هفته یک بار خود را انسانی صاحب اختیار پنداریم. اگر از روی قانون انسانی گپ زنیم ما حق و حقوق بسیار داریم، ولی ما در درگاه انسان نیستیم، به دست غارتگران افتاده ایم. لیکن بعضا از غیب نصیبی می رسد که دلخوشی بکنیم و انسان بودن خیشتن را به یاد بیاوریم. فهماند کمال خیر این هم از مرحمت خداوند است که به دل صاحبان ما رحم می اندازد. صبح روز چهارشنبه یاران به خواجه سر و لباس تازه پوشاندند، موی سرش را گرفتند، ریش و موی لبش را به ترتیب انداختند. چی ملاقات در پیش است شما می دانید؟ چرا مرا داماد صفت آرا و تارا می دهید؟ یک شعر می خوانم و بر می گردم. صحبت زیبایی شعرم کفایه، شکل و شمایل من چه رنگ است اهمیت ندارد. در هر صورت یاد دارم که بنده شاعری اسیر افتاده ام. در این زمان زیب و زینت عمر من همین است. خواجه بزرگ آخر شما به حضور خانمی زیبا طلعت می روید. برای عزت نفسش آراسته شده رفتنتان واجب است. قریبی های پیشین به میدان ساختمان قصر نوکر و زنی سواره آمدند. در بری اسب آن هر دو باز اسب بی آدم بود. بناکاران پی بردند که این اسب برای خواجه بزرگ است. جمیع مردم ساختمان کار را قطع کردند و به گسیل حضرت کمال برآمدند. همگان دست به پیش گرفته سر به پایان انداخته به خواجه تعظیم می کردند. این عزتداری شاعر را به حد متأثر نمود. کنیز و نوکر از چنین منظره محو حیرت گشتند و احترامشان نسبت به خواجه کمال باز هم افزود. چون به دربار رسیدند نوکر چست و چالاک به زمین فرآمد، جلوی اسب خواجه را گرفت و برای از رکاب پایان فرآمدن به او یاری کرد. بعد بزیر باری گرانی ریگ بیابان ماندنش برای کمال اسب سواری پرمشقت بود. از راهگردی اسب، از نشستن دور و دراز در سر زین، ستون مهره اش درد می کرد. این زمان آزار چنان زور بود که در راه از اسب فرآمدن خواست، اما از کنیز ملیکه شرم داشت. دندان به دندان گذاشته درد شدید را فرو نشانده به منزل رسید. کنیز به پیش درآمد، شاعر را به خانه پذیرایی دربار برد. آنجا زنان بسیار به کرسی‌های مدور دوخابه پوش می نشستند و به اطراف ملیکه حلقه گرفته بودند. ملیکه در بالا به زیر تخت شاهی می نشست.
برابری به آستان قدم گذاشتن خواجه، کنیز به حاضران روی آورده ندا در داد: شاعر خواجه کمال به خدمت ملیکه حاضر شدند. زنان به پیشواز شاعر از جای برخیستند، تعظیم نمودند. ملیکه با سرجنبانی به خواجه سلام رساند و از کرسی نقشین نخیست. به طرف راست به بالای کتی وسیع قالین پوش که از فرش به اندازه 3 وجب بلند بود، نوازندگان و حافظان نشسته بودند. در پس تخت شهنشین به 2 کتی آراسته پنجره‌دار کنیزان رقاصه جای گرفته بودند که در حسن و ملاحت یکی از دیگری زیباتر بود. به خواجه کمال در پهلوی هنرمندان کرسی نشان دادند که بنشیند. کرسی خوشنمود، از کرسی زنان اندکی بلند و در 2 برش تکیه چوبی 2 خوابه پوش داشت. بزم در اوج بود. زنی آوازخوان 3 سرود سرایید. رقاصه ها رقصیدند. با اشاره ملیکه رقص و ترانه قطع گشت. نوبت به شما حافظی خوشخوان ما. جوانمردی در لباسی زرحلدار با اعزاز و احترام به ملیکه دقت شده سر خم کرده از روی کت پایین آمد. خواجه کمال به صورت زیبای او نظر انداخت و دید که لباس گرانبها تا چه درجه به قامت سروی وی شنم است. شاعر به اطرافیان چشم دواند که همه در سر و لباسی بزیب و حریر و گلدارند. هر یکی سراپا می درخشند. گمان می رفت که پارچه از گلزار ایرم را اینجا آورده اند. طرز لباس پوشی، نشست و سهولت خانمان دربار چنان با حشمت بود که طبع بیننده می بالید. در این میان خواجه کمال با لباس حقیرانه بادیه‌گردی را می ماند و نشستگان گویا از فرشتگان آسمانی بودند. نظرش به شلوار سفید نیمداشت خود افتاد که باری دیگر به یادش رسید که او اسیر است. سر و تنی پیش خدمتان و کنیزان به پیش لباس او از زمین تا به آسمان فرق می کرد. شاعر خود را با چنین اندیشه تسلی می داد که تخت شهنشین وی خاک سری راهی دوست است. من 2 روز قبل از این او را به نزد خود خواندم. گفته ملیکه خواجه را به هوش آورد. فرمودم که به غزل خواجه کمال آهنگ بندد و بخواند. اگرچه او حافظ قیپچاق است، به شعر فارسی سرود آفریده است. ممنونم که سخنی مرا پذیرفت. حافظ با لفظ شکست سرود می‌خواند. در بعضی جای سرودش سکته و ناچسبان بود که شاعر می‌خواست داد زده به پای خیزد و بگوید که ای برادر، قیمت سخنی مرا پس نزن و از بحر این سرود گذر بکن. ملیکه از دلتنگی و آزرده خاطری خواجه پی برد که از جای برخیسته گفت: من میدانم که سرود حافظ هنوز سفته و سلیس نیست. قیمتش در آن است که او به خدمت ما با عزم تمام میکوشد. خم شده از زیر بالین تخت همیانچه برآورد و به سوی حافظ هوا داد. حافظ جوان همیانچه را به زمین نغلتانده داشته گرفت. 100 بار خم و راست شده رفته به جایش نشست. ملیکه دست برداشته انگشتک زد. از قفای تخت صنمی لاله عذار جادو چشمی که به بیاض گردنش مرجان عقیق داشت تار در دست به نزد ملیکه حاضر شد. ملیکه سر جنباند و او به خواندن سرود شروع نمود که متنش غزل خواجه کمال
و مطلعش این بود: بی تو نفس زنده نمانم، گر می کشیم سزای آنم. لیکن نبرم ز تیغ تو مهر، گر کارد رسد بر استخوانم. چون سرود با بیت گویند کمال، بر دری دوست از خاک کم است. بیش از آنم به پایان رسید، زن مطربان از جا برخیسته به سوی خواجه سر پایین افکندند. خواجه کمال به پای خیست، دست به سر دل نهاد، به اهل بزم اظهار منتداری نمود. به خانم آوازخان از روی التفات تبسم کنان سر جنباند. با اشاره کنیزکی که خواجه را به دربار آورده بود، پیش خدمتها به لعلیهای طلا قدحهای شراب آوردند. در دست خدمت پیشه های دیگر لگندهای نقره با میوه و شیروار بود. به شرف خواجه کمال خجندی، اعلان کرد ملیکه. اهل بزم جامها را بلند برداشتند. اول ملیکه نوشید. از سپاهی نشست و خیز فرمان فرمایی و خودداری عیان بود که اجرای امر ملیکه برای زنان اهل نشست واجب است. آنها همسران وزیران، اربابان دولت، ارباب معرفت بودند. در بین آنها زنانی نیز بودند که به ملیکه نه تنها رشک می بردند بلکه بدش می دیدند و در دل کینه می پروریدند. ملیکه فرمود که دوباره قدح بیارند و پیمانه در دست یک یک به نزد مهمانان رفت، حال پرسی نمود. هر کدام در باطن چی می پرورد بخواند. دست آخر به پیش شاعر آمد. ذهن مانده به وی نگریست و گفت: می بینم که خواجه در مجلس ما خود را ناجور حس می کنید. می دانم که در چی اندیشه اید. می خواهید هرچی زودتر شعر خوانده دربار را ترک کنید. با زوری به شما دلخواه نشویم. ببینیم که بعد بیماری به ما چی تحفه آفریده اید. بخوانید. شعر فارسی پرور اینجا بسیارند. خواجه کمال از یاد غزل خواند. تو چشمی آن که حق بینی نداری، وگرنه هرچی بینی حق شماری. مکن عیبی غریق ای زاهدی خشک، کز این دریا تو چون خس در کناری. ز احوال درونی دردمندان، چی گویم با تو چون دردی نداری. ز ابرویش چی روی آری به محراب، نمازی ناروا تا کی گزاری. دلا از ما بگو با چشم گریان، چو فیاضی عنایت کرد یاری. نثاری خاک آن در از در و لعل، بیاری کان گوهر تا چی داری. کمال از خاک نعلین ار کنی تاج، ز درویشی به شاهی سر برآری. اهل طرب با احسن و آفرین ها به شاعر منتداری اظهار نمودند. جوهری گفتار شاعر از بیتی ز ابرویش چه روی آری به محراب، نمازی ناروا تا کی گزاری پیداست که مرا خیلی پسند آمد. عرض نمود هوسگل. کمال به خوبی می دانست که برای ملیکه این شعری طبع دل نبود. وی امید داشت خواجه غزل باسوز و گداز عشقی می خواند. زنها شنیده در آتش رشک و حسد می سوزند و او ذوق می برد. گرچه تیرش خاک خورد، وانمود کرد که شعر به وی معقول است.
ملیکه کف گفت، سازی رقص و غلغل افکن شد. سرود خواندند، کنیزان به رقص خیستند. خواجه میبینم که در مجلس ما حوصله شما پیر شده است. صحبت ما برای شما دلگیر شد مگر؟ ملیکه: من امکان خوش کردن صحبت ندارم. هر مجلس طرب که پیش آید من اهل آنم. مرغ طرب بر فراز سرتان پرواز دارد، ولی شما آن را از خود دور می کنید. کنیز من بعد از حال شما هر دایم خبر می گیرد. اگر شعری تازه نویسید به من خبر رسانید. من مشتاق شنیدن اشعار شمایم. هر طلب از من دارید به ایبا به کنیزم بگویید. بیایید من شما را گسیلانم. ملیکه با خواجه تا به صحن حولی دربار برآمد. در تگ دروازه خانه لجام دو اسب در دست نوکری پیشینه می ایستاد. هوسگل در سر زینه خیر خوش نمود و به بزمگاه برگشت. خواجه با عذاب به اسب نشست و همراه نوکر به راه منزل بناکاران روانه شد. ملیکه چند باری دیگر کنیز و قاصد فرستاد که کمال با شعر نو به حضور او بیاید. شاعر هر بار پاسخ میداد که شعری تازه ننوشته است. از این رو با دست خالی به حضور ملیکه رفتن را به خود مناسب نمی بیند. زیاده از 2 ماه گذشته بود و ولی شاعر شعری نو نمی نوشت. روزی از روزها 2 نفر سپاهی آمدند و خواجه را به اسب سوار کرده بردند. به کجا با چی کار بردند هیچ کس نمی دانست، چون که آنها نه از شعری تازه گپ زدند نه از احوال سلامتی اش پرسان شدند. باز به دربار گفت آه کشیده گلکار، در آنجا چی گفت و شنید است و چی بزم و طرب من نمی دانم. برای من همینش روشن که خواجه از دربار دلگیر شده است. چند شعری تازه نوشت، دیده بودم به کاغذ می کوچاند، اما پنهان می دارد، حتی به ما نمی خواند. به فهم من ملیکه زنی عیار است، گفت کندکار. وی زن نه، سایه شیطان است. من گفتم شما شنیدید، سرچشمه بدبختی های خواجه همین زن است. از قول حضرت وی زنی شیردوست بود است. به صحبت همراه شد علومان خمدان. نمیدانم آن زن شعرهای خواجه را دوست می دارد یا خودش را، اما همینش به من روشن که وی خواجه را از آن خود کردن می خواهد. خواجه غلام نه، بلکه شاعر اسیر افتاده است. دوستم، ما از غلام فرقی کذایی نداریم، خواجه هم همچنین. تنها در پایمان اشکال نیست و در تنمان تمغه غلامی، وگرنه حقیری و رنج و زحمت اسارت همه از نعمتهای اسیری است. بکار خیزید که ناظر می آید. سپاهیان خواجه کمال را به بنای پهلوی دربار بردند. آنجا پیرمرد قد بلند فیلجثه او را پیشواز گرفت و شاعر را به خانه سر و لباس درآورد. به سر تا پای خواجه نظر انداخت. از میخ ستون مابین خانه جامه دراز مل رنگی جهکدار آستینش درازی را گرفته به زیر پای او هوا داد. از سری میخهای دیگر کله‌پوش تغدار، سله نیمداشت سفید و کمربند قبه‌دار را آورده به پیش خواجه نهاد. از یک صندوق موزه چرمین قهوه رنگ، از دیگرش کرته و شلوار شاهی سفید برآورد و فرمود که این همه را
خواجه بپوشد. شاعر را در لباسهای بنام نو از نظر گذراند. هر دو از خانه بیرون برآمدند و به پیراهه گلزار روان شدند. از دو سه گلگشت گذشتند، به گوش صدای دایره و رباب و نی و غژک رسید. ملیکه در سرش کله‌پوشی گرده زرحلدار داشت که به آن به جای تاج پری طاووس شینانده بودند. وی در نزد آینه برقد ایستاده سر و لباسش را تماشا می کرد. زنی خوش صورتی بردم، سری کیتف، بری دامن، میان و تخت پشت کمزولی کندل را دست زده باور حاصل نمود که لباس نودوخت به تن ملیکه شینم و بزیب و خوشنمود است. ملیکه از پاغنده زینه مرمرین قصر با وقار و تمکین قدم پرتافته به صحن گلزار برآمد. چند نفر کنیز در دو بری پیراهه چمن سر به زمین انداخته به خدمت آماده بودن خویش را نمایش می دادند. هوسگل از بین گلهای شکوفان صدبرگ و رعنا گذشته به لب سرحوض رسید. در شیپنگ شهنشین نقشین دسترخوان پرفیض گسترده بودند که از میوجات، شیره و شربت و انواع خوردنی ها به هر رنگ می تافت. از پیراهه مقابل جوانزنی خوشقد و قامتی چهره گشادی قباپوش آمد که او نیز در احاطه کنیزها بود. سر و لباس وی از دیگران به کلی فرق می کرد و تاج مجلایش به آن شهادت می داد که او از اصل زادگان است. ملیکه شاد و ممنون پذیره جوانزن رفت و هر دو سر به تعظیم فرود آوردند. کنیزان در دو طرف پیراهه دست به سر سینه گذاشته به اعزاز زنان صاحب احترام سرخم بودند. شاه زنها به پیشگاه شیپنگ برآمده به کرسی های گرده نشستند. زنان دیگر از روی مرتبه‌ای که شوهرهایشان در دربار داشتند از بالا تا پایان جای گرفتند. کنیزها در پایان شیپنگ ماندند و نگران بودند که ملیکه چی می فرماید. در روبروی شیپنگ در بالای جویبار در کنار بوته‌های صدبرگ قرمزی کتی کلانی بلند گذاشته بودند. بر روی کت نوازنده ها، آوازخوانان جوان و دوشیزه خواننده می نشستند. پیرمرد و خواجه در پس گلبوته کنیز ملیکه را نگران بودند. به آهنگ شوخ جور شده حافظ جوان سرود آغاز نمود که به زبان قبچاقی بود. این آواز به شاعر شناس بود و او به دل صد شکر گفت که سرود به شعر کمال نیست. ساز و نوا به اتمام رسید. کنیز به پس بوته ها اشاره نموده به هوسگل بفهماند که خواجه کمال آمده است. ملیکه کف کوفته اهل مجلس را به آرامی دعوت کرد. با اشاره کنیز شاعر به طربگاه آمد. حافظان و مشاقان به احترامش به پای خیستند. خواجه سر جنبانده به اهل صحبت سلام رساند و به لب کت نشست. مهمان عالی قدر ما ملیکه شاه خوارزم از دوستداران غزل و ابیات هستند. هم به زبان فارسی هم به لفظ ترکی می خوانند و به خوبی قرائت می کنند. من به ملیکه محترمه عرض نمودم که در سرای ما نیز به چند زبان شعر می گویند. خواجه به لفظ فارسی شعر بخوانید که به مهمان گرامی خوش آید. کمال احترام بجا آورد و عرض نمود. بنده
به لفظ تاجیکی شعر میخوانم که تا یک درجه به حال و احوال من شباهت دارد. گر دردی تو از حبیب باشد، دردی سرد از طبیب باشد. ما را چه غریبی شهر خوانی، عاشق همه جا غریب باشد. آهم بشنو که گل پریشان از ناله عندلیب باشد. یا رب که در آن در از گدایان، من باشم و یا رقیب باشد. کفایه خطاب نمود ملیکه. شعری بخوانید که به حسن و جمال ملیکه ارزنده باشد. هوسگل با ناز و عشوه به سوی مهمان نظر انداخت و خواست بگوید که هر نوع شعر نمی پسندد. این زمان پیش خدمت‌های یکتهی پشت رنگ در تن، ریسمانی بافته هر رنگ در میان، مکه های نقشین در پای، با لگندهای کلان چینی سیخ کباب آوردند. ملیکه که اندکی سرخوش بود، از کر و فر دسترخوانداری و شکوه حکومت خیش غره شد و باری دیگر از شاعر بپرسید که شعری دیگر ندارد مگر؟ من؟ کمال سخن او را به دهانش گذاشت و به خواندن شروع نمود. دل کجا شد خبرش، غمزه او می داند. مست هر جا که کباب است، ببو می داند. ملیکه سر جنبانده به سوی مهمان چشمک زد، می خواست بگوید که ببینید چی به مورد خواند. مهمان نیز سر جنبانده اندیشه ملیکه را تصدیق نمود. هر پریشانی و آشوب که جان را ز قفاست، دلی دیوانه از آن سلسله مو می داند. بانو کاکلهایش را با دست بازی داشته ذوق برده، به پای خیسته حسن و جمالش را جلوه داد. ناصحا مصلحتی من هوسی روی نکوست، هر کسی مصلحتی خیش نکو می داند. من هر آن سر که بر دیده نشاندم نبردم، باغبان قیمتی سروی لبی جو می داند. ملیکه سرخوش به پایان به صحنه برکت هنرپیشگان فرآمد. یار گوید که چی خواهد به تو داد از لب خویش، من چی دانم کرمی اوست همو می داند. هوسگل به خواجه نزدیک آمده به بوسیدن مایل شد. نظرش به هیئت مشاقان افتاد، زود خود را به دست گرفت و از نزد کد دورتر رفت. به درت طاقت بیداری من کس را نیست، نیست حاجت به گواهم سگی کو می داند. کرد چون زلف تو با غمزه فرو داشت کمال، زانکه بدمستی آن عربده جو می داند. مصرع آخرین غزل به معینه ملیکه گویا میخی تفسان کوفت. وی سر بالا نمود و دری چشمان شهلایش را باز کرد و با غضب به جانب شاعر تیغ کشیده نگریست. با طبع خیره و چهره غمگین امر نمود که به شاعر یک قدح شراب دهند. ملیکه خوارزم این فرمان میزبان را از بی‌مروتی دانست، نپسندید. وی به پای خیست، از شیپنگ پایان آمد، از لیله اش انگشتر برآورد و به خواجه کمال تحفه نمود. حافظان ما در خوارزم به غزلهای شما سرودهای خوشایند میخوانند. به ملیکه سپاسگزاری میکنم که به شرافت بزمشان دیدن دیدار شاعری مشهور زمان مرا میسر شد. من خیلی ممنونم استاد
اگر سهو کنم خطا بخوانم مرا ببخشید. ما حریفی می و چنگیم به آوازی بلند. مطربا گر تو همین پرده سرایی چی شود؟ جام می نوش کمال و مکن اندیشه آن که تو را حاصل از این زهد ریایی چی شود؟ بنوشید خواجه، آخر این جام قدر شناسی ملیکه است. دست گشاد، پیش خدمت به وی جام بیاورد. به حرمت بزرگواری شما می نوشم گفت. ملیکه بفرمایید بنوازند، ما و شما به پیش پای شاعر دوران برقصیم که خواجه کمال به این سزاوارند. کمال به اعزاز او سر جنبانده تعظیم کرد و با دست لرزان جام به لب برد. می را تا قطره آخرین بنوشید. این سخنی ملیکه خوارزم به زخم فرسوده دیرین مرهم شد. بال و پری شکسته جان گرفت. او خود را انسان مردم شناخته دانست و به قدرت کلام خویش باور حاصل کرد. نوازید. از خجالت هوسگل خود را به مستی زد، فریاد کشید. ما با ملیکه صاحب سخاوت می رقصیم. مشاقان آهنگ دلاشوب نواختند. هر دو ملیکه به رقص برآمده بازار جلوه و خرام را تفسانیدند. در ساختمان قصر نوبنیاد روزهای آخر کار در جوش بود. استاها از قامت افراختن قصر به شوق آمده عرق جبین ریخته مهنت می کردند. قصر هر قدر به بالا خیزد راه منزل ما همان قدر نزدیک می شود می گفتند. شما گفتار 14 را از روی رمن اعظم صدقی پیرهه قسمت شنیدید که به 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خوجندی بخشیده شده است. عبدالقادر منیازف قرائت کرد. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.